لکی شما گذرانده تاجیکستان. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، این روز خرسندی را ما دیر باز منتظر بودیم و نهایت به این روز مبارک رسیدیم. امروز جشن بزرگی شاعر و حافظ نامی دیار ما رجب کوک قید کرده می شود. دوستان عزیز، دوستان عزیز، اینک سخن به دیرکتوری مکتب داده می شود. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. نازنین سلام. سلامت. سفر بوبوف از همین قشلاق است؟ ها، از همین قشلاق تینجی بود؟ تینجی. پس حالا در کجاست؟ ها نه، در بین ادامون کرتای زرد دارد کو؟ ها نمون. چی بود؟ باز دروغ. ما چی دروغ گفتیم؟ شما نه. کنی برای ریدش؟ این کس رو میشناسید؟ نامش کیست؟ نامش سفر؟ نباشد وای کیست؟ دوتاری رجب کوک وایم سفر بلبلف. بلبلف.